ناحیه دنقره، زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیاری از اعضای حکومت تاجیکستان. چند سال به این سو در اینجا بیناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنقره مقام شهر و مرکز ولایت رسوایی شود. گویا مسئله نهایی شده است ولی کی اعلان شدنش معلوم نیست. 100 سال پیش سید علی ولیزاده هم گفته بود که دنقره یا ملک آباد می شود. لیکن سپوریش هست، مدام می شود، جوابگو هست. در حقیقت ما باور داریم که می شود. اینجا در مساحت 450 هکتار فرودگاه بین المللی دنقره ساخته می شود. فرودگاه پیشین ناحیه کهنه شده از کار مانده است. مسئولان دنقره هم میگویند که چی زیر ساختاری که در دنقره ساخته می شود مقام ولایتی را دارد. چی اینفراستراکچوری که در ناحیه دنقره شده است، چه بیناهای شده است، ما بیناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش هم خیلی، هم کمیته زمینمون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیکای اینا ولایتیمون، بیمارهای سرایتیمون ولایتی شده است. در نظر است که می شود. لیکن ما شما در حوزه 100% آنی گفتن نمیتونیم که کی مثال. امامعلی رحمان در یک سال تا 4 بار به دنقره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است و در 20 سال اخیر دنقره خیلی آباد و شکوفا شده است. سال 2005 در اینجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنقره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی ختلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنقره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه را فرا میگیرد. دنقره از سالهای 30 عصر گذشته همچون ناحیه در هیئت ولایت سابق کلا بود و حالا یک ناحیه ولایت ختلان است. حالا اهالی ناحیه دنقره 160,000 نفر را تشکیل می‌دهد. محمود جان احمدزاده، آزادی، دنقره.